نیمه دوم ماه اپریل هنگام سفر پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزایف به تاجیکستان سند امضا شد که بر اساس آن نقلیات‌های بارکش میتوانند بدون رخصتنامه از قلمرو همدیگر گذرند. مسئولان وزارت نقلیات میگویند ترتیب نو بعد گذشتن رسمیات داخلی دولتی از جمله تصدیق پارلمان به اجرا می‌دراید. با اطلاع این نهاد از سال 2018 تا این وقت هنگام انتقال مسافران و بارها بین تاجیکستان و ازبکستان از جمله توسط ترانزیت از قلمرو آنها رخصتنامه طلب کرده میشد. اکنون بر اساس سندی که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ولی تا زمان قانونی شدن این سند رانندگان در گذرگاه‌ها چی حال دارند؟ ما با چندی از آنها صحبت میکنیم. شمار نقلیات بارکش در گذرگاه فاتح آباد نظر به 2 ماه پیش خیلی کاهش یافته است. اینجا بیشتر ماشین‌های کلان را با رقم‌های خارجی مشاهده کردن ممکن است. اما هنوز هم رانندگان تاجیک از قیمت رخصتنامه ناراضی‌اند و امیدوارند که هرچه زودتر این سازشنامه روی کار می‌آید. اگر دزمال برم مقصد ما بام خوب میشود، مقصد همه رانندگان خوب میشود. نیتال که مقصد ما با خوراکباری ارزان میشود. بار مقصد میگیریم جدت نمیکنیم، با ارزان تر بار میگیریم، مقصد میبیم امیر از خود که دزنال میگیری هوای مینوس میکنن. اما حاضر دزنال گرفته حسابیده؟ بله دزنال داریم ولی. دزنال شما چند سومه؟ 160 $170 ده پریمیرنا. با قیمت شده است. اجازتنامه یا دزوال یک شکایت اساسی رانندگان ماشین‌های بارکشی است که از تاجیکستان به خارج از جمله به ازبکستان محصولات می‌کشانند. از جمله آخر ماه ینوری امسال ده‌ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده بودند. آن زمان رانندگان گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، دریافت رخصتنامه از طرف وزارت نقلیات تاجیکستان آنها را از ادامه سفر باز می‌دارد. بهترین کار کردن برای شفیع رو این نمی‌کنه. یک چیزی که اینا 10 روز خوبه بین بروار. نه مسئله داریم اگر. از نگاه مبلغ هم یکان فایده یکان آسانی. البته. عظیم ابراهیم روز 8 فوریه در نشست خبری گفته بود رخصتنامه را از کشور همسایه میگیرند و برای همین آنها نیز منتظر میشوند. وزارت نقلیات تاجیکستان امیدواری کرده است که بیکار شدن اجازتنامه امکان می‌دهد وقت انتقال و خطر آسیب‌یابی بارها خیلی کاهش یابد. بار اول نیست که افزایش نرخ رخصتنامه و کمچینی آن باعث به تشویش رانندگان می شود. در گذشته این مسئله بارها رسانه‌ای شده، مقامات هم وعده حل مشکلات داده بودند ولی همچنان ماند. سال گذشته نزدیک به 800,000 رخصتنامه فروخته شده است که به کمیش $8 میلیون را تشکیل می‌دهد. دوام 6 سال اخیر ازبکستان یک از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان شده است. میان دو کشور 13 گذرگاه عمل می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.